داستان برند لاگوس چگونه یک تنیس باز معروفترین تمساح دنیا رو خلق کرد. احتمالاً بارها این تمساح سبز کوچیک رو روی لباسها دیدین، اما آیا میدونستید این لوگو از یک شرط عجیب در زمین تنیس به وجود اومده؟ داستان لاگوس فقط درباره یک برند لباس نیست، بلکه داستان مردی است که هم دنیای مد و هم دنیای ورزش رو تغییر داد. امروز میخوایم ببینیم چطور رنه لاگوس از یک قهرمان تنیس به بنیانگذار یکی از مشهورترین برندهای جهان تبدیل شد. رنه لاگوس در سال 1904 در فرانسه به دنیا آمد. برخلاف بسیاری از قهرمانان ورزشی، او با قدرت بدن خارق‌العاده‌ای شناخته نمی‌شد، بلکه با هوش، نظم و پشتکارش روی زمین تنیس می‌درخشید. او در دهه 1920 به یکی از بهترین تنیس بازهای جهان تبدیل شده بود و چندین عنوان گرند اسلم رو به دست آورده بود. اما چیزی که نام او رو جاودانه کرده بود فقط قهرمانیاش نبود. سال 1923 قبل از یک مسابقه در بوستون، کاپیتان تیم فرانسه به شوخی به رنه گفت اگر مسابقه بعدیت رو ببری، یک چمدون از پوست تمساح برات میخرم. رنه مسابقه رو نبرد، اما روزنامه‌نگاران آمریکایی از سرسختی و سماجتش خوششون اومده بود و لقب تمساح رو برای اون انتخاب کرده بودن. این لقب اونقدر معروف شد که رنه از دوستش خواست یک تمساح روی کت ورزشیش بدوزه و همون تمساح بعدها به معروفترین لوگوی دنیای مد تبدیل شد. اون زمان تنیس بازها مجبور بودن پیراهن‌های آستین بلند و رسمی بپوشن، لباسهایی که اصلاً توش راحت نبودن. رنه لاگوس تصمیم گرفت این قانون نانوشته رو بشکنه. او یک پولو شرت آستین کوتاه از پارچه پنبه‌ای طراحی کرد، لباسی سبکتر، راحتتر و مناسبتر برای ورزش کردن. در سال 1933 او همراه با آندر ژیلیه برند لاگوس رو تأسیس کرد و برای اولین بار در تاریخ لوگوی یک برند رو روی قسمت بیرونی لباس قرار داد، کاری که بعدها به یک استاندارد در صنعت مد تبدیل شد. لاگوس کم کم فقط یک برند ورزشی نبود، این برند وارد دنیای مد شد و محصولاتش رو گسترش داد، از کفش و کیف گرفته تا عینک و ساعت و عطر. امروز تمساح سبز لاگوس در بیش از 100 کشور شناخته شده و نمادی از ترکیب و ورزش و کیفیت و استایل فرانسویه. شاید وقتی دوباره یک پولو شرت لاگوس رو ببینید، فقط یک لباس نبینید. پشت این تمساح سبز داستان یک قهرمان تنیس، یک شرط ساده و ایده ای نهفته است که نزدیک به یک قرن دوام آورده.